سونوگرافی NT چی هست و چرا انقدر تاکید میکنیم که باید انجام بشه. در واقع سونوگرافی NT یا غربالگری مرحله اول یکی از مهمترین سونوهایی هست که در 3 ماه اول بارداری انجام میشه و برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی هست. توی این ویدیو میخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم که سونو NT چی هست، چه زمانی باید انجام بشه و نتایجش چه چیزی رو برای ما مشخص میکنه. سلام، به کانال پرشین سونوگرافی خوش اومدین. دکتر جورابیان هستم، متخصص سونوگرافی و رادیولوژی کنه. سونوگرافی NT به معنای اندازه‌گیری مایع پشت گردن جنین هست. این مایع به صورت طبیعی پشت گردن جنین وجود داره، ولی وقتی که میزانش از یک حدی بیشتر باشه احتمال وجود ناهنجاری‌های کروموزومی که مهمتریناشون سندروم داون، تریزومی 13 و تریزومی 18 هستن رو بالا میبره. در واقع سونوگرافی NT یک تست غربالگری هست، نه تشخیصی، و برای ما مشخص میکنه احتمال خطر ابتلا به سندروم‌های کروموزومی چقدر است و نه اینکه دقیقاً به ما بگه آیا جنین مشکلی داره یا نه. حالا یه سوال دیگه، زمان مناسب برای انجام سونوگرافی NT چه موقع هست؟ سونوگرافی NT رو میتونین از ابتدای 11 هفته تا پایان 13 هفته و 6 روز انجام بدین، ولی بهترین زمان یا زمان ایدئالش حدود 12 هفتگی هست. توی سونوگرافی NT علاوه بر این که مایع پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنیم، یه سری موارد دیگر رو هم بررسی میکنیم. مثلا طول سریدومی جنین رو میگیریم، تعداد ضربان قلبش رو بررسی میکنیم و بررسی رشد جنین و بقیه موارد هم به طور کلی انجام میشه. حالا یه سوال مهم که مطرح میشه این هست که آیا به انجام سونوگرافی NT مشخص میشه که جنین مشکل کروموزومی داره یا نه؟ که جوابش قطعاً خیر هست. همونطور که گفتیم سونوگرافی NT فقط یک عدد رو برای ما مشخص میکنه که همون میزان مایع پشت گردن جنین هست و به تنهایی هیچ ارزشی نداره. برای کامل شدن غربالگری مرحله اول بعد از انجام سونوگرافی NT باید شما به یک آزمایشگاه مجهزی که تست‌های ژنتیکی دوران بارداری رو انجام میدن مراجعه بکنین و در اونجا از شما یک نمونه خون گرفته میشه و 2 مورد رو در خون شما آزمایش میکنن. در واقع به همین دلیل هست که غربالگری مرحله اول به عنوان غربالگری سه‌گانه معروفه که شامل سونوگرافی NT و 2 مورد آزمایش خونی هست. همچنین اطلاعات شخصی شما مثل سن مادر باردار، وزن، سابقه بارداری، نژاد خانم و اینکه حتی در چه منطقه‌ای زندگی می‌کنین اطلاعات مهمی هست که از شما گرفته میشه. در نهایت نتیجه سونوگرافی NT به اضافه نتیجه آزمایشات و اطلاعات شخصی شما رو وارد یک نرم افزار بین‌المللی می‌کنن و اون نرم افزار بر اساس یه محاسبات دقیقی که انجام میده درصد خطر احتمال سندروم‌های کروموزومی رو مشخص میکنه و برای مثال مشخص میکنه که میزان ابتلا به خطر سندروم‌های کروموزومی که مهمترینشون سندروم دان هست آیا میزان خطرش پایینه، متوسطه و یا بالا هست. حالا ببینیم که تفسیر نتایج این غربالگری مرحله اول به چه صورت هست. در حالت طبیعی ضخامت NT حداکثر تا 2 میلیمتر طبیعی در نظر گرفته میشه. اما نکته خیلی مهمی که باید بدونید این هست که اگر NT جنین بالای 2 بود 100% به این معنی نیست که جنین شما مبتلا به سندروم دان هست. خیلی از جنین‌هایی که NT بالای 2 داشتن بعد از بررسی‌هایی که کاملی که انجام شده و تست‌های دقیق‌تری که صورت گرفته مشخص شده که جنین‌های سالمی هستند. حتی ما جنینی داشتیم که NT 4.7 داشت و بعد از اینکه تمام آزمایشات انجام شد و آمنیوسنتز صورت گرفت مشخص شد که جنین سالمه و یه جنین سالم به دنیا اومد. پس عدد NT به تنهایی نمیتونه مشخص کننده سندروم داون باشه. اگر نتیجه غربالگری خطر ابتلا به سندروم‌های کروموزومی رو پایین گزارش بکنه دیگه با احتمال بالای 90% جنین سالم هست و هیچ گونه مشکلی نداره. ولی اگر نتیجه غربالگری خطر ابتلا به سندروم‌های کروموزومی رو متوسط و یا بالا گزارش بکنه اون وقت لازم هست که تست‌های تاییدی تشخیصی قطعی‌تری مثل تست سلفری و یا آمنیوسنتز انجام بشه که در اون تست‌ها دقیقاً فرمول کروموزومی جنین مشخص میشه. حالا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. اگر نتیجه غربالگری خطر ابتلا به سندروم رو پایین گزارش بکنه و بقیه آزمایشات هم همه چی نرمال باشه آیا ممکنه باز هم جنین مشکل کروموزومی داشته باشه؟
متاسفانه جوابش بله هست، ولی احتمالش خیلی خیلی کم هست و در حد نادر در نظر گرفته میشه. پس غربالگری نرمال تقریبا همیشه به معنی جنین سالم هست به جز موارد نادر. ولی برای اینکه 100% و به طور قطعی بگیم جنین مشکل کروموزومی نداره، تستی که باید انجام بشه آمنیوسنتز هست. حالا سوال بعدی که بازم خیلی مهمه اینه که چه زمانی لازمه با وجود اینکه تست غربالگری نرماله و همه چیز نرمال گزارش شده، باز هم لازمه که تست قطعی آمنیوسنتز انجام بشه. در یک سری موارد لازمه با وجود اینکه غربالگری نرماله ما آمنیوسنتز رو انجام بدیم. یکی موقعی که سن مادر بالای 35 سال باشه، مادری باشه که در حاملگی‌های قبلیش جنین مبتلا به سندرم کروموزومی یا ژنتیکی داشته، موقعی که تست سلفری انجام شده و نتیجه سلفری مشکوک و یا مثبت گزارش شده، و یا در سونوگرافی انتی موارد خیلی مشکوکی ببینیم، مثلا ببینیم که تیغه بینی جنین تشکیل نشده باشه. در این موارد معمولا توصیه میشه که نتیجه به طور قطعی مشخص بشه و حتما آمنیوسنتز انجام بشه. حالا میخوایم توضیح بدیم که روش انجام سونوگرافی انتی به چه صورت هست. برای اینکه بتونیم در سونوگرافی میزان مایع پشت گردن جنین رو به طور دقیق اندازه‌گیری کنیم، باید جنین در یک وضعیت افقی خیلی خاص قرار بگیره. مثل این تصویری که دارین میبینیم که جنین مستقیم هست، ما تیغه بینیش رو داریم میبینیم، ساختمان‌های پشت مغزیش رو داریم میبینیم و اندازه‌گیری انتی رو اینجا به دقت انجام دادیم. گاهی برای اینکه جنین در این وضعیت قرار میگیره لازم هست که مادر از تخت پایین بیاد، قدم بزنه، یه چیز شیرین بخوره تا تحرک جنین زیاد بشه تا موقعیت مناسب برای اندازه‌گیری سونوگرافی انتی به دست بیاد. حالا بهتر است یک سری نکاتی که لازمه مادر رعایت کنه تا بتونیم سونوگرافی انتی رو سریعتر و دقیق‌تر انجام بدیم رو با هم مرور کنیم. اول اینکه از چند روز قبل از اینکه میخواین سونوگرافی انتی انجام بدین، سعی کنین غذاهایی که نفخ زیادی ایجاد میکنن استفاده نکنید، چون این غذاها باعث میشه که گازهای روده‌ای زیاد بشه و شفافیت تصویر کم میشه و ما نمیتونیم اون چین پشت گردن جنین رو به وضوح ببینیم. دوم، موقع انجام سونوگرافی انتی بهتره که مثانه خالی و یا نیمه پر باشه، چون مثانه بیش از حد پر باعث میشه که رحم منقبض بشه و کار انجام سونوگرافی رو سخت میکنه. نکته سوم این که قبل از انجام سونوگرافی حتما یه چیز شیرین بخورین تا تحرک جنین بیشتر بشه و ما بتونیم موقعیت مناسب رو به دست بیاریم. نکته چهارم که خیلی خیلی مهمه این هست که موقع انجام سونوگرافی انتی به هیچ وجه خسته و خواب‌آلوده نباشین، چون در این موارد هم حرکات جنین کم میشه و هم رحم منقبض میشه که انجام سونوگرافی انتی رو خیلی سخت میکنه. لطفاً خانم‌های شاغل روزی که میخوان برای سونوگرافی انتی مراجعه بکنن حتما مرخصی بگیرن و به هیچ وجه بعد از شیفت کاریشون که خسته و خواب‌آلوده هستن برای انجام سونوگرافی انتی مراجعه نکنن. نکته آخر این که بعد از انجام سونوگرافی انتی حداکثر به فاصله 24 ساعت برای انجام آزمایشتون به آزمایشگاه مراجعه بکنین و آزمایشتون رو انجام بدین. اگر بلافاصله بعد از انجام سونوگرافی انتی آزمایشگاه برین که خیلی بهتره، ولی حداکثر زمانی که میشه مهلت داد 24 ساعت هست. و یه نکته دیگه هم بدونین که برای انجام آزمایشات خونی مربوط به سونوگرافی انتی نیاز نیست که ناشتا باشین. گاهی اوقات همه این موارد رو رعایت میکنیم، مادرها همه شرایط رو که گفتیم رعایت میکنن، ولی باز هم انجام سونوگرافی انتی خیلی طولانی میشه و ممکنه چندین بار خانم باردار مجبور بشه از تخت بیاد پایین، یه چیز شیرین بخوره، دوباره برگرده تا ما بتونیم سونوگرافی انتی رو انجام بدیم. حتی گاهی اوقات ما انجام سونوگرافی رو به روز بعد موکول کردیم چون جنین موقعیت خوبی رو نگرفته. این یه چیز خیلی عادیه، نشون میده که پزشک میخواد سونوگرافی انتی رو دقیق انجام بده. چیز غیر طبیعی نیست، خیلی پیش میاد و اگر برای شما پیش اومد بدونید که شما اولین مورد نیستید و خیلی از موارد ممکنه این حالت پیش بیاد. پس اگر بخوایم یک جنبندی کلی انجام بدیم، باید بگیم که سونوگرافی انتی یکی از سونوگرافی های مهم 3 ماهه اول بارداری هست که به ما کمک میکنه که ناهنجاری های ژنتیکی و کروموزومی رو در مراحل خیلی اولیه تشخیص بدیم. اگر باردار هستین یا به زودی قرار باردار بشین، حتما یادتون باشه که سونوگرافی انتی رو در زمان مناسبش انجام بدین تا بتونین از سلامت کوچولوی داخل شکمتون مطمئن بشین. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک کنین، برای دوستانتون هم که باردار هستن ارسال کنین. برای دیدن ویدیوهای بعدی در مورد سونوگرافی های بارداری لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین. اگر اون دکمه زنگوله هم که کنار سابسکرایب هست بزنین
به محض اینکه ویدیوی جدیدی توی کانال منتشر بشه براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونین تشریف بیارین و اون ویدیوی جدید رو مشاهده کنین. از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین متشکرم. منتظر ویدیوی بعدی ما باشین. خدا نگهدار.